زیر زبان قندی بابا. بابای قند، نصیحتم را بپذیر. ببین، معروف و مشهور شدن تو را به کجا رساند؟ تو را به جایی رساند که نامه اعمالت را سیاه کرده ایستاده ای. زنهای به حجاب و به حیا را در کار گناه دستگیری میکنی. مگر خنده و قهقه با یک زنی نامحرم برای شما حلال است؟ اگر میگویی مثل خواهرم صحبت میکنم، پس آیا راضی هستی که مردی بیگانه با دختر یا همسرت همان طوره که تو صحبت میکنی صحبت کند، سر یک میز جفس نشسته خنده و قهقه کند و بگوید که من با او مثل خواهرم صحبت میکنم؟ آیا این برایت پسند است؟ ببین، بالای سینه این زن کشاده به حجاب در بین شما دو مرد نامحرم نشسته است و با یک بیشرمی و بی‌حیایی صحبت می کند. قسم به ذات الله که روز قیامت چنین نوارهای شما برایتان دردی سر می شود. والله قسم که پشیمان می شوید. به جای آن که برای نسل جوان بهترین نمونه عبرت باشید، برعکس بدترین نمونه عبرت شده اید. نسل جوان را شما فاسد می کنید. به حیایی را شما در جامعه پهن دارید. از الله بترسید. نصیحت من برای شما این است که این نوارهای پر از گناهان شما بعد از مرگ هم باقی می ماند و در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. اگر نخواهی که بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت شود، پیش از مرگ حتما به کسی وصیت کن که این همان نوارهای گناهانت را از شبکه ها پاک کند تا بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.